فرازنامه. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان و دانشجویان. مبارزه با استکبار یعنی چه؟ یعنی در درجه اول زیر بار این زورگویی نرفتن. یه چیز پیچ و خمدار پیچیده ای نیست. یکی از ترفندها و خلافگویی‌ها اینه اینجور القا کنن که اگر ما در قضیه هسته‌ای تسلیم طرف مقابل شدیم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد. اینو من مایلم شما جوانهای عزیزمون که من این وقت گفتم شماها افسران جنگ نرمید، شما در سرتاسر کشور باید فکر کنید روی این مسائل. همین اواخر یکی از سیاستمداران و از عناصر فکری آمریکا گفت ایران چه اتمی باشد چه اتمی نباشد خطرناک است. صریحاً گفت نفوذ ایران در منطقه خطرناکه. ایرانی که امروز از اعتبار برخورداره، از احترام برخورداره، از اقتدار برخورداره، اونا با این دشمنن، با این مخالفن. در عرصه دیپلماسی هم اون کشوری موفق است که متکی باشد به نیروی درونزا. اون دولتی میتوانه در پشت میز مذاکره دیپلماسی حرف خودش رو سبز بکنه و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکنه که متکی باشد به یک اقتدار درونی، توانایی‌های درونی حساب میبرن از یک چنین دولتی. از اون طرف لبخند میزنن، اظهار علاقه میکنن، اظهار میل به مذاکره میکنن. از این طرف بلافاصله میان میگن همه گزینه‌ها روی میزه که مثلا چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن.